سالها پیش در نخستین ماه‌های استقرار حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی، فرمان جهاد آیت الله خمینی علیه کردستان صادر شد. اما بینهم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. با آن فتوا سپاه پاسداران و نیروهای بسیج به شهرها و روستاهای کردنشین یورش بردند. جنگی شکل گرفت که ماهها و سالها ادامه یافت. جنگی که در یک سو با بیرحمی تمام و در سوی دیگر با ایستادگی و جانفشانی پیشمرگه‌ها معنا می‌یافت. در روایت رسمی حکومت نام این لشکرکشی دفاع از تمامیت ارضی بود، اما در دل مردم کردستان نه نشانی از اندیشه تجزیه طلبی بود و نه وعده‌ای از جدایی. در واقع فتوای جهاد بیش از آن که پاسخی به تهدیدی واقعی باشد، ابزاری برای تثبیت قدرت سیاسی تازه بود. برای پنهان کردن جنایت‌ها و توجیه خشونت، دستگاه تبلیغاتی حکومت دست به روایت سازی زد. گفتند کردها سر میبرند و مدعی شدند اسیران سپاه قربانی وحشیگری پیشمرگه‌ها شدند. یکی از نمونه‌های مستندسازی حکومت از جنایات کردها اعتراف اجباری ایرانی بود که زیر سبعانه آرین شکنجه‌ها مجبور به بازخوانی سناریوی بازجویان خود شدند. نمونه دهشتبار دیگر، وقتی حزب دموکرات اجساد نیروهای سپاه را که در میدان نبرد جا مانده بود به مقام‌های نظامی تحویل داد، همان اجساد فردای آن روز با سرهای بریده و اعضای مثل شده در نشریات حکومتی به عنوان قربانیان خشونت کردها معرفی شدند. دروغی که سالها در حافظه عمومی تکرار شد و گونه‌ای از یک بی‌انصافی دلاورانه را انباشت اذهان بسیاری ساخت. دهه‌ها بعد در کهریزک در ماجرای سرکوب معترضان همان الگوی کهنه تکرار گردید. اجساد جوانان با آثار شکنجه به خانواده‌ها تحویل داده شد، اما رسانه‌های حکومتی مدعی شدند که آنان قربانی اغتشاشگران وابسته به موساد بودند. هدف همان بود، یعنی تحریف واقعیت و حذف مسئولیت از دوش حکومت. اکنون پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از آن فرمان نخستین، بسیاری از دروغ‌های بزرگ فرو ریخته است. امروز دیگر کمتر کسی روایت رسمی از کردستان، از کهریزک، از خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر را باور می‌کند. شهادت‌های تازه، تصاویر و مدارک انکار ناپذیر نشان می‌دهد که نیروهای بسیج و سپاه حتی به زخمی‌ها نیز رحم نکردند. آنان را کشتند و حال عنوان می‌کنند که اغتشاشگران برای نشان دادن سبعیت حکومت خود رخمی‌هایشان را کشتند. 47 سال حکومت توأم با 47 سال سرکوب و کشتار بیوقفه مردم ایران بود و در کنار هر خون ریخته شده روایتی ساخته شد تا حقیقت را دفن کنند. اما سرانجام واقعیت بار دیگر از زیر آوار دروغ بیرون می آید. آنچنان که امروز می بینیم، مردم دیگر افسانه‌های رسمی را نه تکرار می کنند و نه باور. نه به جمهوری انسان کش اسلامی، آری به آزادی.